درهای سفارت انگلیس باز شد. باز شدنی که همراه خود همچنان حاشیه‌های بیرون آورده. اینکه عده‌ای با باز شدن این درها اعتراض کردند به حضور انگلیسی‌ها. حالا به تازگی یه فیلمی از شکایت همین ساندیسی‌های فلک زده از نیروی انتظامی منتشر شده که خیلی جالبه. همونایی که تا دیروز باتون می‌زدن یا خودشون باتون خوردن و یا جالبتر این که چهره‌هاشون رو اومدن تار کردن که مبادا شناخته بشن و مثلا نیروی انتظامی بره سراغشون. خیلی افتضاح و وحشیانه داخل آقایون نبودن، خانم‌ها نبودن که یعنی آقایون بردن چادر من انداختم بیرون، نه کفش دست پام بوده نه چادر، میگفتم حداقل چادرم رو بزنم. میگفت 6 تا از این خواهرایی که تو بندازن نیم ساعت تو دهن من زدن، میگفتن کثافت. یک بار دیگه که مرگ بر انگلیس من میگفتم مرگ بر انگلیس، اینا تو لبم میگفتن. آج خانم شما کتک خوردی؟ من بردن تو بنک 6 نفری زدن آجا. شما رو تو هی که گفتم مرگ بر انگلیس دوباره با دست کوبید تو صورت من. یعنی من تو ون ضد کدوم امنیت انگلیس بودم. آجا یا بعدشون دستش هم ببینید. شما هم کتک خوردی آجا. خودش میخواد نشون نده. با باتون زدن. یا گرفتن معمه منم بودم هول داد اینجا بودن. تمام آدم بود از خلاصه وقتی که دلواپسا شروع کردن به جار و جنجال علیه دولت روحانی که حالا دیگه کار به جایی رسیده که نیروی انتظامی به بسیجی ها هم میدون نمیده، شیخ فری وزیر کشورشو فرستاد تا بلکه بتونه بگه که ما کسی رو دستگیر نکردیم، صرفاً یک پذیرایی ساده بوده با آب خنک. بازداشت اتفاق نیفتاده. بعد چند ساعتی مهمان به هر حال اون دستگاه امنیتی بودن، پذیرایی شدن، تحویلشون هم گرفتن، بعد چون مرخص شدن رفتن. خودشون میگن تو اصفهان شعار مرگ بر آمریکا دادن، عاقبتشون این شده. شعارهای تند و افراطی نه بر علیه آمریکا، بر علیه مسئولین. خلاصه این که تو فاز پسا زهرخوری تو هر قدمش یک درگیری و بزنی شدیدتر از قبلی بین جناح‌های مختلف نظام ایجاد میشه. یه بار تو مجلس، این بارم تو کف خیابون. اگه اهل قصه نیستی شادی رو نگاه کن، صدای زنگه شادی ها رو با کن. اگه اهل خنده هستی شادی رو نگاه کن، بشین و خستگی در کن، همه جا همه رو صدا کن.